در دل کابل قصری ایستاده که تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را در خود جای داده است. قصری است به نام قصر دارالمان، نمادی از امید، ویرانی و بازسازی. قصر دارالمان در سال 1304 تا 1306 خورشیدی به دستور شاه امان الله خان تحت نظر مهندس آلمانی والتر هارتن ساخته شد. این قصر به سبک نیوکلاسیک اروپایی دارای 3 طبقه و 150 اتاق بوده. مساله به کار رفته شامل سنگ مرمر، چوب و گچ بودند. این بنا نمادی از مدرنیزاسیون و اصلاحات آن دوره به شمار می رفت. در طول دهه‌های گذشته قصر دارالمان شاهد ویرانی‌های متعددی بود. از آتش‌سوزی در سال 1347 تا بمباران در جریان کودتای 1357 و جنگ‌های داخلی دهه 70 این قصر به نمادی از ویرانی تبدیل شد. در سال 1358 در زمان حکومت حفیظالله امین بخشی از این قصر نسبتاً به آتش کشیده شد، اما هنوز استوار بود و چهره با صلابتش را حفظ کرده بود تا اینکه در سال 1368 در کودتای شهنواز تنی بمباران بی‌حساب قامت قصر را کج کرد. اما آخرین میخ بر تابوت این قصر زمانی کوبیده شد که کابل وحشتناکترین جنگ‌های داخلی را تجربه می‌کرد. این گونه بود که دارالامان از یک قصر محکم، مدرن و حیرت انگیز به خانه ارواح و دوزخیان تغییر چهره داد. پس از این تاریخ بود که دارالامان دیگر یک قصر نبود، نمادی بود از وحشت و تباهی فوق تصور. ویرانی خفته در گوشه شهری سراپا ویران. قصر دارالامان تنها ساختمانی نیست که وضعیت واقعی شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. نقطه نقطه این شهر خبر از ویرانی و تیرگی روزگار می‌دهد. اما دارالامان بیشتر از یک قصر چیزهای دیگری را هم در دل خود نهفته دارد. ماتریس پنهان خشونت در این سرزمین و تاریخ بیخردی انسان‌های این سرزمین. قصر دارالامان به ما میگوید که منحنی حرکت تاریخ در یک قرن اخیر چگونه بوده. 89 سال قبل قصری با چنان بزرگی و شکوهمندی برپا می‌گردد که جهان می‌پذیرد افغانستان هم سهم و نقشی در کره زمین دارد. اما بعد از آن دیگر چه می‌شود؟ تصویری که امروز این کشور با چنین قصرهای ویرانی از خود در دل جهانیان ایجاد کرده چگونه است؟ دوزخ روی زمین. این عینی ترین توصیفی است که میتوان با نگاهی به چهره غمناک قصر از این کشور داشت. در این که قصر دارالامان چگونه ساخته شد و چه مقدار انسان این شهر در ساختن آن از بین رفت، بینان و سرپناه شد و شهر را ترک گفت، نمیتوان تأمل کرد. زیرا در طول تاریخ ساختن و برپا کردن انسان‌ها این منطق کار است که ساختن قربانی دارد. اما آنچه که میتوان از آن حرف زد این است که بعد از ساختن با این قصر چه شد و چرا شد؟ قصر دارالامان تنها یک تکه زمین، یک مجموعه نکبت زده از یک ساختمان فروریخته با چند اتاق نیست. عنوانی است تاریخی، عنوانی است بر انبوهی از یادها، گورستان خونین آزادی است و فریادی که در خاطره ها و نامها ترین افکن است. قصر دارالامان و مکانهای ویران دیگر با وجود همه ویژگی‌هایشان بخشی از جامعه و زندگی جاری ما هستند و خاطره آنها طبعاً محدود نیست به آنچه در اتاقهای مجلل قصر در زمان حکومت امان الله خان گذشت. چنان که قصر دارالامان خاطرات شیرین هم دارد، خاطره مدنیت، خاطره اراده به زیستن و درک زیبایی، زیبایی تکه از آسمان و صدای پرنده‌ای که آمدن بهار را نوید می‌دهد.
اما آنچه که واقعیت خشن و تکان دهنده تاریخ این کشور را به تماشا می‌گذارد، این خاطره ها نیست، بلکه سیاهی و تیرگی افکار و خشونت رفتاری است که آن خاطره های شیرین را در زیر آوار این قصر دفن کرده و قصر را به چنین حالتی رسانده است. قصر دارالامان نام مشترک همه قصرها و ویرانی هاست. این قصر تاریخ معاصر افغانستان است. قصر دارالامان ماهیت مشترک چند دهه حکومت در این کشور است. نباید با آن سرسری برخورد کرد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران اعلان کرد می‌خواهد زندان اوین را تبدیل به یک پارک نماید. فرهنگیان آن کشور عمدتاً خارج نشین بر این گفته اعتراض کردند و گفتند اوین نباید تبدیل به پارک شود، برای اینکه در فردای تاریخ فرزندان ما بدانند که پدرانشان چه دردی کشیده بودند. آیا حالا در مورد قصر دارالامان هم میتوان چنین حرفی زد؟ ما چه درکی از این قصر داریم؟ ویرانی تکان دهنده قصر چه چیزی را میتواند به ما بگوید و به تاریخ منتقل کند؟ مگر نه این است که قصر در همین چهره ویران خود بخشی از جامعه و زندگی جاری ماست؟ در وجود ویران قصر دارالامان ما چه واقعیت‌هایی را میتوانیم دید؟ گلوله‌های راکتی که امروز ما انتهایش را در قامت خراشیده قصر می‌بینیم، آیا معنایش این است که آن گلوله‌ها فقط یک قصر را ویران کردند؟ من فکر می‌کنم ماجرا عمیق‌تر از این باید باشد. در دارالامان تنها یک قصر ویران نشده، یک تاریخ هم ویران شده است. یک نسل انسان هم ویران و سرگردان و آواره شده است. یک سرزمین هم به آتش کشیده شده و تبدیل به دوزخ شده. آری، این عبارت واقع گرایانه تر را هم میتوان در چهره فرو رفته قصر دارالامان دید و بیشتر از اینها این قصر چیزهای دیگری هم برای گفتن دارد. چهره‌های وحشت و جنونی که باعث ویرانی این قصر شده اند. قصر دارالامان قربانی است که رد پای واضحی از جنایت چهره‌های جنگ و جنون را هم در صورت خود دارد. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، در تاریخ جنون میگوید قربانی همان چهره در هم کوبیده شده مجرم است. و مگر این چهره در هم کوبیده شده قصر دارالامان جز این میگوید؟ قصر دارالامان دو نام متفاوت در تاریخ دارد. نامی که در زمان استواری و برپا بودگیش داشت، همان نامی که جهانیان بر اساس آن این قصر را یکی از 70 مدرن ترین عمارت‌ها در جهان خواندند. و نامی دیگر این قصر ویرانی و تباهی است. نامی که امروز ما آن را در قامت قصر بازتاب یافته می‌بینیم. نام نخست قصر را نام دومش از آن گرفت. اما این نام دوم که تاریخ نزدیک به یک قرن یک کشور را به نمایش می‌گذارد، نباید از میان برداشته شود. این کودتایی است علیه تاریخ و به فراموشی سپردن چهره‌های جنونی که در این تاریخ زندگی کردند و ویرانی آفریدند. نمای کنونی قصر دارالامان باعث می شود که ما دیروز و روزهای گذشته خود را فراموش نکنیم و فراموش نکنیم که چه کسانی آن روزها را بر ما تاریک کردند. در سال 1396 به دستور رئیس جمهور اشرف غنی بازسازی قصر دارالامان آغاز شد. این پروژه با مشارکت مهندسان افغان از جمله 25% زنان مهندس و صورت کامل توسط نیروهای داخلی انجام شد. بازسازی این قصر نمادی از امید بازگشت به گذشته برای پایه‌گذاری آینده است. امروز قصر دارالامان نه تنها یک بنای تاریخی بلکه نمادی از ایستادگی و بازسازی ملت افغانستان است. بازدید از این قصر سفری در دل تاریخ و فرهنگ این سرزمین است.